سومین جشنواره نوروزی کانادا. رقص، موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و برنامه‌های مخصوص کودکان و نوجوانان با هنرنمایی بی‌نظیر شاهرخ مشکین قلم و با حضور بهترین هنرمندان داخل و خارج از کانادا به همراه گروه کور و ارکستر ملی ایران به رهبری کمال تراوتی. یک شنبه 13 مارس 2016 از ساعت 11 صبح تا 11 شب، مرکز هنری ریچموند هیل 10268 خیابان یانگ. برای تهیه بلیط و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی وبسایت جشنواره noruzfestival.ca مراجعه نمایید. با سلام و درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC. اسد زریمهر هم در برنامه ارتباط مستقیم، همونجوری که زیر صفحه می‌بینید، سومین جشنواره نوروزی کانادا در راه. ما اینجا دو تا از مهمانان گرامی داریم که مسئولین این برنامه هستند، برنامه جشنواره نوروزی هستند. آقای استاد کمال تراوتی که معرف حضورتون هست، سال‌هاست که دارن به این شهر یه حال و هوای نوروزی میدن، و همچنین خانم بهناز طاهری که از مسئول هماهنگی این برنامه هستن. استاد سلام علیکم. سلام عزیزم، حالتون خوبه؟ خیلی متشکرم. خانم طاهری شما هم خوش اومدید. خواهش می‌کنم. اجازه می‌خوام با یک بیت شعر شروع بکنم. یه بیت اشکال نداره. زباغی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. اینو من وسط حرف شما دویدم، معذرت می‌خوام، یه بار دیگه از نو بگید. زباغی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید. سلامی به زیبایی بهار، به تراوت و شادابی بهار و به مهربانی و ماندگاری بهار. در خدمتتون هستیم. زنده باشید. شعر مثلا حال و هوای بهاری به ما دادن خانم طاهری. خب استاد خسته نباشید. قربان شما، متشکرم. تنظیم یک چنین برنامه‌ای برای یک روز از 11 صبح تا 11 شب یک مثلا کار رستم دستانه دیگه. کار البته همکاری خوبی دارین مثل خانم بهناز خانم که اینجا هستن. راجع به این جشنواره هم یه توضیح بدین ببینیم که چه زمانی خواهد بود، کیا خواهند بود. بله، البته قبلش اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت شما همکاران محترمتون و همینطور سال نو 1395 رو خدمت شما و همیهنان عزیز پیشاپیش تبریک عرض بکنم. و کاملا درست گفتید، خب کار مشکلیه ولی من تنها نیستم. این شانس و آدم خوششانسی هم که دوستان خیلی خوبی همیشه همراهی کردن، همونجور که نام بردید از ایشون شروع میشه تا تعداد خیلی زیادی. و حالا من از ایشون خواهش میکنم اتفاقا که جزئیات و اطلاعات رو دقیق تر. آره بناس خانم، این فستیوال سومین فستیوال نوروزی جشنواره نوروزی کی تاریخش تو مارچ دیگه، درسته؟ بله. و قبل از عید توضیح بدیم که چه زمانیه. سومین جشنواره نوروزی کانادا همونطور که هم جناب استادم آقای تراوتی فرمودن هم شما در روز 13 مارس یا مارس فارسی میخوام بگم خیلی ایرانی، مارس 2016 در ما به مارچ عادت کردیم. حالا اینجا مثلا میگن ژوئیه نه، اصلا ژوئیه و ژولا چیزه، ژوئیه و ژوئن نداریم. آره اون تو ایران بوده. شما استاد. آره جون و جولای. الان مارچیم. مارچ 2016 13 مارچ 2016 در محل ریچموند هیل سنتر از ساعت 11 صبح تا 11 شب برگزار خواهد شد که در طول این ساعات اتفاقات بسیار جالب و متنوعی قراره که بیفته. اتفاقاتی مثل داشتن برنامه‌هایی برای کودکان و نوجوانان، بزرگسالان، نوروزخوانی، نقاشی و هنرهای تجسمی و از این قبیل. ریز برنامه‌ها رو داریم، مثلا بگین که از 11 صبح تا یک بعد از ظهر یا چیز به همزمان چه اتفاقی میفته؟ تو سایت اعلام میشه. تو سایت اعلام میشه. بیننده‌های ما الان باید بدونن. ما سایت رو قبول نداریم. شوخی میکنم. به زودی اعلام میشه. به زودی اعلام میشه. مثلا بله، چون برنامه‌ها به هر حال تنوعش زیاده، همچنین هم در حال تغییر برنامه کودکان، کارگاه آموزشی کودکان دارین، درسته؟ بله. که اونجا بچه‌ها نقاشی میکنن، کاردستی انجام میدن. اصلا مهمترین حسنی که برنامه ما داره اون روز پرداختن
به نوروز هست. یعنی در هر کدوم از بخش‌ها اگر شما دقت بکنین به نوعی فرهنگ نوروزی رو ما توش گنجوندیم، چه بازی‌هایی که برای بچه‌ها در نظر گرفته شده، چه هنرهایی که اونجا قراره به معرض نمایش گذاشته بشه، چه ترانه‌هایی که چه کنسرت، اصلا بله کنسرت کودکان هست. بله، 1 ساعت کودکان، کلیپ کودکان رو دارین آماده دارین میگه نه؟ بله. آقای مهندس غفوری همه برنامه‌هامون با مضمون و محتوای نوروز هستن و مهمترین بخشش هم کنسرت بزرگیه که با حضور آخر ساعت اون 3 ساعت 9 ساعت 7 شروع میشه. بله، کلا برنامه‌مون از ساعت 11 صبح شروع میشه، فری ادمیشن هست. ولی خب برای بعضی از بخش‌ها باید تیکت تهیه بشه، مخصوصا کنسرتمون که من واقعا جا داره که از آقای تراوتی خیلی تشکر بکنم و زحماتشون رو اجر بنهیم همینجا. با تلاشی که ایشون دارن میکنن واقعا شب و روز از هنرمندان برجسته ایشون دعوت کردن در این برنامه به ما ملحق میشن. هنرمندان جوانی که علاوه بر این که استعداد موسیقی دارن از دانش و علم موسیقی هم برخوردار هستن. بله. حالا در لابلای برنامه من اسامی اون عزیزان رو هم اونجا میرسیم به نظر تو الان صحبت از این که کارگاه بچه‌ها رو دارید، اگر میریم نگاه بکنیم. تو دنیا در هر جا میخونه بلبل، شبونه پر شده از بوی سنبال، اون مرد خوب و بامزه عمو نوروزه، میخونه با مژده میده عید نوروزه، سال نو ماه نو مژده میاره، عید اومد فصل بهاره، عید نوروز ما همه خوشحال و خندان، مبارک بدا عیدتون امسال و هر سال. خب این یکی از اون بله، این حنا خانومه که 5-6 ساله است و کلاس موسیقی کودکان نوا میاد و البته یک داره خودشو آماده میکنه، لطف کردن که پخش کردن برای کنسرتی که به همراه دوستای دیگرش، همکلاسی‌ها و گروه‌های بزرگتر در جشنواره نوروز خواهند داشت. گروه کودکان و نوجوانان حدود 1 ساعت برنامه گروهی و تکنوازی اینا دارن. این ورودی رایگانه درسته برای این یا اینکه چیزه؟ بله این رایگانه. مثل کنسرت اصلی ورودی داره. ولی در مجموع فستیوال ورودیه در واقع فری آزاده. بله. ولی برنامه‌های مختلف تیکتت هست که حالا اعلام میشه که راهنمایی میشه. بله اعلام میشه که یک برنامه دیگه هم خواهیم داشت با شما که شما توضیحات بیشتری رو بدید. بله، میبینید که ایشون با وجودی که خارج از کشور متولد و بزرگ شده چقدر خوب فارسی رو خوند و برای خودشو برای جشنواره نوروز حالا یه چیزی خارج از این برنامه‌ها، شما هنوز اون کلاس‌های عرفتون رو دارین؟ بله همینه دیگه. این کلاس این یه نمونه از اون بچه‌ها بود که حالا بقیه فیلماشون حاضر میشه خدمتتون میفرستیم. آره سر فرصت چیز می‌کنیم. خب این کنسرت مخصوصا اون قسمت به کنسرت برسیم یا اینکه بین اینا شما کارگاه‌های دیگه هم دارید، مثلا نقاشی دارید؟ بله مفصله. بعد نمایشگاه نقاشی هم دارید مثل که یا بله اگه اجازه بدین همه رو در فرصت‌های بعدی خدمتتون اعلام کنیم خدمت بینندگان عزیز. شما هر سال هنرمندان رو می آوردین در بله دقیقاً از کانادا و خارج از کانادا. بله اگه اجازه بدین الان نام ببریم هنرمندانی که از خارج از کانادا میان که 8 9 10 تا بود هستن. بخوایم بگیم که زیادن ولی 10-12 تا رو بله بگیم. در کنسرت بزرگمون که از ساعت 7 شروع میشه هنرمندانی که هستن از بزرگان، حالا شاید خیلی جوان هستن ولی واقعا تبحر دارن در کارشون. همونطور که عرض کردم مهمترین بخش علاوه بر استعداد دانش و علم موسیقی هست که دارن. آقای شاهرخ مشکین قلم که همونطور که میشناسیم با اون رقص زیباشون بله قراره که بله برنامه رو واقعا با اون شور و حالی که همیشه برنامه‌هاشون رو داشتیم برنامه ما هم
از ایشون حتما پذیرایی خواهد کرد. از فرانسه میان خانم شیرین مجد از استرالیا، خانم فرنگیز یاوری از ایران، نسرین شیرین مجد. ایشون کارشون چی؟ ایشون میخونن، خواننده است. بله. خانم فرنگیز یاوری همینطور از ایران میان و قراره که برامون بخونن. بله. آقای نیکزاد زرگانی از ایران، کارشون نوازنده. بله. آقای مهدی روشن از واشنگتن میان. بله. خواننده هستن. خواننده است. بله. خانم نازنین اصفهانی از مونترال، کارش میخونن. بذارید یه چیزایی هم همچین بمونه آقای زریمه واسه دفعه دیگه. میگین آقای مشکین قلم، شارخ مشکین قلم میاد، خب میگیم خواننده است. ولی البته اینا فکر می‌کنم رقصنده است، شناخته شده است. نه دیگه، آقای مشکین قلم همه به رقصش میشناسن. بله حالا یه وقت ممکن. بله چشم حتما. آقای امیر کشاورز هستن که میخونن از تورنتو، خانم صبا ترابتی از تورنتو میخونن، آقای ابی مسیب زاده تورنتو هستن که نوازنده سنتور هستن، درست آقای ترابتی اگه اشتباه نکنم، و خانم میترا خورسندی که از کالیفرنیا میان. مهمانی هم داریم آقای عارف محمدی که معرف حضور همه هستن، متخصص امور فیلم هستن، و محمود معراجی که در بخش در بخش نقاشی ما هستند و مدیریت اون بخش رو بر عهده دارن. البته هنرمندای دیگه‌ای هم هستن که به مرور اعلام میشه اسامیشون، و به هر حال فکر میکنم اگر که، یعنی فکر نمیکنم، مطمئنم عزیزانی که میایید برای تماشای برنامه ما روز بسیار خوبی رو خواهید داشت. هم هنرمندان جوان ما رو از نزدیک میبینید، هم اصلا تنوع کار خودش باعث میشه که آدم لذت ببره، برای اینکه مال به قسمت بچه‌ها رو میبینن، نقاشی‌ها رو میبینن، تابلوهای مختلفی رو میبینن، کارگاه‌های مختلف هست، ضمن خود کنسرت هم هست که در داخل کنسرت بله یک نفر خواننده نیستش، هم رقص هم موسیقی، اصلا مجموعی از جشنواره درست حسابی نوروزی. در کنسرتمون گروه کور هم که توسط خود آقای تراوتی سرپرستی میشه اجرا خواهند داشت. اسم تراوتی که شنیدمون برادرزاده‌تونه؟ صبا تراوتی. بله دیگه، صبا تراوتی الان دیگه خواننده شده. نه ولی خب فرق نمی‌کنه، نه همشون بچه‌های خودمون، برای اینکه مشخص بشه. بله همه بچه‌های شما. بله این ما بچه‌های شما. البته من خودم واقعا از افتخاراتم شاگردی استاد هستم، با استاد و کارهاشون از همین طریق آشنا شدم. من لحظه فکر کردم میگین منم جزء بچه‌های من خودم واقعا نوایی میدونم آقای زریمه. چی میدونی؟ مرکز هنری نوا، یعنی واقعا دیگه متعلق به خودم میدونم مرکز رو. آره نه اینجا ما میگیم برای بچهای تلویزیون، ما اینجا بابای تلویزیونی، ما برای بچهای ما هستن همین که دارن کار میکنن. این صبا تراوتی در واقع الان سال دوم رشته پزشکی دانشگاه تورنتو هست، ولی از 5 سالگی اومده و بوده و الان هم دیگه خواننده وارد عرصه حرفه‌ای شده و کار برای بینندگان ما که مثلا برای اولین بار این برنامه رو نگاه میکنن و با چهره آقای استاد کمال ترابتی آشنا نیستن، ایشون سالهاست که دارن این کارو میکنن. برنامه نوروزی داشتن، منتها از 3 سال پیش تصمیم گرفتن که مجموعه همه اینا باشه. شما چند سالی که کار برنامه نوروزی رو دارن؟ من از سال 2001 اومدم کانادا، جشن نوروز رو گرفتم به خاطر دغدغه‌ای که از قبل داشتم. بله ولی به این همونجور که اشاره کردیم به درستی از 3 سال پیش شد جشنواره. منظوری که مثلا ابعاد بزرگتری پیدا کرد، هم از لحاظ کیفی هم مجموعه از برنامه‌های نوروزی. بله مثلا ویژوال آرت هم هست، نمایش هم هست، مثلا ایدئال اینه که باشه هستن که اصلا نوروز همین بچه‌ها زنده میکنن. اصلا آقای زریمه میدونین تفاوت عمده‌ای که جشنواره نوروزی کانادا و امسال 3مین جشنواره نوروزی کانادا با سایر برنامه‌هایی که تحت عنوان نوروزی برگزار میشه چی هست؟ اینکه هر بخشی که شما در نظر بگیرید، چه نقاشی کودکان، چه آواز کودکان، عرف کودکان، بزرگسالان، هنرمندان، در تمام اونها محتوای نوروز داره. همشون محتوای نوروز داره. یعنی تمام آهنگایی که خود آقای ترابتی حتی زحمت کشیدن تنظیمشون کردن یا آثار برگزیدگان، همگی طوری انتخاب شدن که به گونه‌ای به نوروز بپردازن در جهت اطلاع و گسترش فرهنگ نوروز. بعضی قطعات قبلی رو که مثلا توسط موسیقیدانان قبلی، آهنگسازها، خوانندگان اجرا شده ما بازسازی می‌کنیم. همونجور که می‌دونید اینا رو بازسازی می‌کنیم به خاطر که یه ادای دینی احساس میشه بهشون و بعد قطعات جدیدم می‌سازیم نوروزی و بهاری. مثلا
در امسال همین صبا ترانه دخت نوروز رو اجرا میکنه به زبان انگلیسی و فارسی. باریکلا. و فارسی بخش انگلیسیش هم خودش. یعنی ما اونایی که هموطنان ما که نمیتونن بیان، ما از این برنامه‌ها گزارش و ویدیو اینا تهیه میکنیم که خودشون تهیه میکنه، در اختیار ما میذاره، ما اینا رو برای شما پخش خواهیم کرد بدون اینکه در شهر تورنتو چه میگذره و چه هنرمندانی و چه علاقمندان به وطن و فرهنگ ایرانی وجود دارن که این نوروز بزرگترین یادگار نیاکان ما رو زنده نگه دارن. سومین جشنواره نوروزی کانادا، یک شنبه 13 مارس 2016 ساعت 7 بعد از ظهر، مرکز هنرهای نمایشی ریچموند هیل واقع در خیابان یانگ، شماره 10-268. کنسرت فرنگیس یاوری در سومین جشنواره نوروزی کانادا. برای تهیه بلیط و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی وبسایت جشنواره www.noruzfestival.ca مراجعه و یا با شماره تلفن 416 502 0241 تماس حاصل نمایید. من عاشق زارت شدم، من عاشق زارت شدم، با دلم بازی مکن، با دلم بازی مکن. از جان خریدارت شدم، از جان خریدارت شدم. این همه تنازی مکن، این همه تنازی مکن. یار 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 قدری دلم. بله این توضیح بدین راجع به خانم یاوری بودن، خانم فرنگیس یاوری که از ایران تشریف میارن، از ایران و خواننده در ژانر موسیقی سنتی ایرانی میخونن. خیلی خواننده برجسته خوبی هستن، از به همراه آقای نیکزاد زرگانی. بله. هم به صورت آنسامبل خودشون، گروه خودشون برنامه چند قطعه اجرا خواهند کرد، هم با ارکستر ملی ایران قطعاتی رو اجرا خواهند کرد. بله، ارکستر ملی ایران به رهبری آقای استاد کمال ترابتی. خب حالا راجع به اسپانسرای شما توضیح بدیم ببینیم که کیا این همت رو داشتن که این برنامه رو حمایت بکنه. البته من قبل از اینکه اسامی این بزرگواران رو نام ببرم تک تک، جا داره که همینجا ازشون تشکر بکنیم از طرف مجموعه سومین جشنواره نوروزی کانادا که دستشون رو میفشاریم که به هر حال بیشک حضور اونها باعث شده که امسال برنامه‌های ما خیلی پرکیفیت‌تر و پربارتر ارائه بشه. اسامی اونها رو من به ترتیب اگر بخوام نام ببرم، از حسابداری گیلوا آقای گیلانی، آقای فرداد فرشته‌هوش و که از بانیان انجمن مهرگان هم هستن، خانم مهشید یوسفی، آقای احمد تبریزی انجمن پریا، بنیاد پریا، بله، خانم کتی اصغری،
خانم فرهناز جاهد، خانم زهرا علوی، خانم میترا میرگانینیا، خانم منیژه ملی صفت، کارگاه فنی پرویز، برنامه دریچه‌های روبرو آقای امیر مهیم، خانم سوری صبری، خانم زرتشتیان تورنتو، خانم کتی موشابادی بابت گلارایی و همینطور کانون دوستداران گیلان، ساندویچ هایدا، گلارایی شیراز، مهرگان، ماهنامه خردمند، پرسا و مرد روز. البته ممکنه که من تعدادی از دوستان رو هم یادشون رو فراموش کرده باشم که اصلا میشه عذرخواهی میکنم، ولی محض اینکه به ذهنم اومد بله الان فکر می‌کنم تکمیل، ولی خب به هر حال همچنان ما در حال اضافه بشن ان شاءالله. همچنان ما در حال جذب اسپانسر هستیم. اگر که میخواید با ما همکاری بکنید لطفاً به وبسایت ما مراجعه بکنید نوروزفستیوال.ca، همینطور با ایمیل noruzfestivalcanada@gmail.com با ما تماس بگیرید. تلفنی هم ما داریم البته دوستان که میتونید تلفنی هم با ما در تماس باشید. بله 416 502 0241. خب نوروز از آن همه ماست. 100% از آن ما در وهله اول اون چیزی که ما ایرانی درش مشترکیم وطنه و اون چیزی که در وطن هست اون آداب و رسوم و سنت‌های ماست که و بزرگترین جشن ملی ما هم نه تنها ما مال تاجیکستان، افغانستان، اون کشورها نوروز رو خیلی گرامی می‌دارن و بسیار زیبا برگزار میکنن. ولی آقای زرینی در با تایید صحبتتون من خواستم بگم انگیزه خود من اصلا همینه که صرف نظر از این نوروز بزرگترین جشنمون هست، ولی جشنیه که صرف نظر از سنت شخصی، سیاسی، مذهبی همه بهش اعتقاد داریم و این خیلی جالبه. و فصل بهاره بهترین زمانی که یک سال میشه شروع کرد با فصل بهاره. اینجا مثلا در چینی‌ها و عرب‌ها مثل که سیستم قمری دارن، با ماه پیش میرن. هر سال هم 11 روز کم میشه. مثلا امسال زمستونه بعد از چند سال میفته به تابستون، بعد از چند مثلا مال عرب‌ها. مال مسیحیان که بزرگترین به اصطلاح سال میلادی مال مربوط دنیا مربوط به سال میلادی اونم تو زمستون شروع میشه. مال ایرانی‌ها داستانش فرق می‌کنه. اینجاست که گل از گلمون میشکفه وقتی می‌بینیم که اول بهار اول روز اینا باید همه جا الان خوشبختانه بهار هم نوروز هم در ایران در کانادا به رسمیت شناخته شده. بله به خصوص آقای موریدی. بله آقای دکتر رضا موریدی وکیل نماینده ایرانی در مجلس اینو به ثبت رسوند و هر روز در پارلمان آنتاریو جشن میگیرند. از نظر فدرال هم در کل کانادا هم رسمیت شناخته شده. این آقای دکتر موریدی بزرگترین و مهمترین اسپانسر برنامه ما هم هستن که همیشه ما رو هم حمایت کردن هم پوش قول دادن در این جهت. ما برای اینکه توی آخر برنامه هستیم 2 هفته دیگه هم دعوت میکنیم شما رو که تشریف بیاریم و توضیحات بیشتری بدیم. منتها برای اینکه اسپانسرها تشویق بشن دلگرم بشن ما یک بار دیگه خواهش کنیم که از خانم بهناز طاهری که اسم اسپانسرها رو بگه. بله حسابداری گیلاوا آقای گیلانی، آقای فرداد فرشته هوش، خانم مهشید یوسفی، آقای احمد تبریزی، خانم کتی اصغری، خانم فرهناز جاهد. من یه خانم ها بگم بعد اسمشون رو بگم. ما یه تک تک خانم میشناسیم، ممکنه این عسکری باشه یا اصغریه. ایشون ریل استیت هستن. بله من تا اونجا که میدونم خانم کتی اصغری. حالا شاید اصغری باشه. ما هر دوتاشون تشکر میکنیم. خانم ها فرهناز جاهد، زهرا علوی، میترا میرگانینیا، منیژه ملی صفت، سوری صبری، کتی موشابادی، برنامه دریچه‌های روبرو آقای امیر مهیم، کانون زرتشتیان تورنتو، کارگاه فنی پرویز و گلارایی شیراز، انجمن مهرگان، ماهنامه خردمند، پرسا، مرد روز، ساندویچ هایدا و کانون دوستداران گیلان که فکر کنم یک بارم گفتم.
البته دوستان مراکز ارائه تیکت رو هم اگر اجازه بدید من خدمتتون بگم. ساندویچ هایدا، سوپر 7 سین، سوپر تهران، کتاب فروشی پگاه، سوپر تهران، حسابداری گیلاوا، بله حسابداری گیلاوا و سوپر تهران، سوپر 7 سین، بله و سوپر شایان. بله البته ما سرای بامداد دیگه، سرای بامداد همون توی سوپر شایان، بله بله آقای چورکی. به هر حال این برنامه‌ها هزینه داره. اونجایی که برنامه برگزار میکنن همون ریچموند هیل سنتر فور دی آرتس پرفورمینگ آرتس، اینجا هزینه داره. هنرمندایی که میان هزینه دارن، مخصوصا آقای شاروخ ماشین قلم که هنرمند سرشناس شناخته شده‌ای، بله یکی از مهره‌های مهم این برنامه است که دیگه شهرت بین‌المللی دارن. و این یک نام پرافیت ارگانیزیشنه، یک فقط برای بزرگداشت هویت ملی ما ایرانی هست. حمایت بکنید و بدونید یه چنین جایی هست، برید بلیطش رو تهیه بکنید، اون قسمت کنسرتی که هست، و بچه هاتون رو درگیر این برنامه ها بیارین اونجا نگاه بکنن، علاقمند بشن. از بچگی باید با بچه ها راجع به نوروز صحبت کرد، نوروز شناسون. عیدی هم یادتون نره که اینا دردشون موضوع خیلی مهمه دیگه. بچه ها از همون وقتی تو گوشت و خونمون میره دیگه فراموش نمی‌کنن نوروز رو. کوچیک‌تر همیشه عیدی گرفتن، من فکر کنم کوچیک‌ترم آقای زریعه. عید بیاین، من الان پیش عیدی منو بدید. موقع عید که شد حتما، اصلا کار من عیدی دادنه. زمان عیدی هموطنان ما میدونن که هر کسی که اینجا مهمون برنامه میشه عیدیشو میگیره و میره. البته آقای زرینه قرار بر این بود که ما تشکر ویژه‌ای هم از شما بکنیم که در طی این سالها همیشه ما رو یاوری کردید و وظیفه‌مون لازم نیست که تشکر بکنید. خواهش می‌کنم. شما هم به نوبه خودتون در جهت ترویج فرهنگ نوروزی ما رو کمک کردید و همینجا آقای تربتی خودتون همیشه حامی ما به اسپانسر میگیم پشتیبان. بله شما همیشه پشتیبان ما بودید، دستتون در نکنه. خیلی ممنون. از والنتیرها یا همون داوطلبینمون هم تشکر بکنیم آقای تربتی از همینجا. ولی خب لیستشون تعدادشون زیاده الان که نمیشه نام برد. بله کسانی که به هر حال به نوعی با جشنواره و مخصوصا جشنواره امسال سومین جشنواره نوروزی کانادا همیاری و همکاری کردن، واقعا ازتون متشکر هستیم. همچنان هم ما داوطلب جذب میکنیم. با همون نشانی که بهتون گفتم میتونید تماس ایمیل بدید noruzfestivalcanada@gmail.com یا به وبسایت جشنواره مراجعه بکنید noruzfestival.ca یا تلفنی که در زیرنویس برنامه میبینید 416 502 0241. بله میتونید مشارکت کنید. به هر حال از شما سپاسگزاریم. ما حدود 2 هفته دیگه دوباره شما رو دعوت میکنیم که توضیحات بیشتری بدید و هموطنان ما بیشتر آپدیت بشن یا به روز بشه اطلاعاتشون. استاد کمال ترابتی از شما سپاسگزاریم. خانم بهناز طاهری عزیز از شما سپاسگزاریم که تشریف آوردین. برای هموطنان عزیزمون هم آرزوی بهترین ها داریم. امیدواریم که سال خوبی پیش رو داشته باشن و نوروز رو با جشنواره نوروزی، فستیوال نوروزی در تورنتو اگه هستن آغاز بکنن. من یک کوچولوی چیزم بگم آقای زریمه، یکی از دغدغه‌های برنامه و جشنواره ما عنوانش هست. خواهش میکنم که برنامه ما رو با عنوان کاملش سومین جشنواره نوروزی کانادا به یاد بیارید و بر زبان بیارید. از دغدغه‌های استاد من هست. سومین جشنواره این فقط تا یک سال اعتبار داره. بعد میشه چهارمین، پنجمین، هزارمین، همینطور، ولی بقیه‌اش کامل. در حال امیدواریم که تداوم داشته باشیم به اونجا برسیم. از شما سپاسگزاریم. از شما همینطور از اطلاعاتی که دادید. ممنون از شما. از شما که بیننده ما بودید و به این برنامه توجه کردید سپاسگزاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. در روز جشنواره همتون می‌بینیم. سومین جشنواره نوروزی کانادا. رقص، موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و